بر همین اساسی که از ایده حمله به آگورا یا به تلفظ لاتین باستانی آتنی خودش آگورا دفاع میکنم و اون رو مطرح میکنم، آنچنان که عنوان اصلی این سخنرانی هم این بوده، یعنی تأملی در ساختار خشونت و خشونت ساختاری علیه عرصه عمومی. وضعیت ایران در زمان کنونی اگرچه با الگوهای دیگری هم قابل درک، تبیین و رابط‌سازی هست، اما به اعتقاد من این تأکید بر عرصه عمومی خیلی مهم خواهد بود، چون شکل‌های دیگه خشونت، شکل‌های مختلف خشونت، یعنی خشونت سیاسی، خشونت مذهبی، خشونت جنسیتی و جنسی تا خشونت‌های اقتصادی و معیشتی، خشونت‌های قومیتی، اینها همه ذیل یک اسکیل بزرگتر قابل توضیح خواهد بود که اون فربگی عرصه دولتی، هجوم عرصه دولتی با رویکردهای ایدئولوژی، زیادی خواهانه، تمامیت طلبانه و منفعت جویانه علیه عرصه عمومی هست. این نکته اساسی هست که نسبت بین عرصه دولتی، عرصه عمومی و عرصه خصوصی رو بتوانیم اینگونه درک کنیم، همانچنان که آرنت و هابرماس گفتند.